کتاب صوتی فروش نینجایی. فروش نینجایی باعث افزایش فروش می شود. بعد از فراگیری فرایند 10 مرحله‌ای خرید، 4 اصل فروش نینجایی در انتهای ویدیو باعث موفقیت شما در بین رقبا می شود. کتاب فروش نینجایی، مهارت‌های ظریف، نتایج بزرگ. نویسنده لری کندال. نکات کلیدی کتاب: در ژاپن باستان، شمشیرزنان سامورایی مسئول حفاظت از امپراتور بودند، اما به خاطر خودخواهی فراوان همیشه به خودشان توجه می‌کردند و در نتیجه کارشان را خوب انجام نمی‌دادند. امپراتور هم نینجاهای فروتن و کاربرد را برای حفاظت از خود به کار گرفت. خیلی از فروشندگان مانند سامورایی ها خودخواهانه رفتار می کنند و هیچ اهمیتی به خریدار نمی دهند. فروشندگان نینجا همیشه بر مشتریان تمرکز می کنند، نه بر خودشان. فروش نینجایی با ارائه حد اکثر ارزش به خریدار درآمد ساعتی را به بیشترین حد ممکن می رساند. سیستم فروش نینجایی 4 اصل دارد. 1. خودتان، ذهنتان، احساسات و انرژیتان را کنترل کنید. 2. فقط برای فروش به خریداران تلاش نکنید، بلکه سعی کنید مشکلاتشان را حل کنید. 3. بر خریدارانی تمرکز کنید که شما را میشناسند، نظری عالی و مثبت درباره تان دارند، به شما اعتماد دارند و دوست دارند با شما معامله کنند. 4. آنها را با احساس تعلق مثبت و روابط با کیفیت جذب کنید. آنچه در این خلاصه می آموزید: لری کندال، استاد فروش املاک، روش افزایش فروش و درآمد را به فروشندگان املاک و سایر فروشندگان یاد می دهد. متخصصان فروش در هر صنعتی می توانند از تکنیک های آزمون شده فروش نینجایی کندال بهره ببرند. حتی اگر شغلشان فروش نیست، می توانید از روش‌های او برای تصحیح تفکر و ارتقای رفتار مثبت در خودتان استفاده کنید. لری کندال و فروش به روش نینجاها. وقتی لری کندال پس از گذراندن کالج، دوران سربازی، ازدواج و پدر شدن مشغول به کار شد، به این باور رسید که هر کسی می تواند یک شغل فروش پیدا کند. او تصمیم گرفت وارد حوزه رقابتی و بزرگ فروش املاک در دنور شود. کارشناسان املاک این شهر روشی برای فروش داشتند که کندال آن را تکنیک های فروش عصر افسردگی می نامد. آنها به این تکنیک ها خریداران را بازی می دادند، مجبور به خرید می کردند، فریب می دادند و می ترساندند. کندال به جای پیش گرفتن این روش در جستجوی افرادی بود که تخصصشان با شخصیت و اخلاق او سازگار باشد. او با کمک معلمان و مربیانش به متخصص فروشی تبدیل شد که همیشه آرزویش را داشت. او به تدریج و با کمک چند نفر دیگر آژانس املاک گروپ را تأسیس کرد. 200 کارمند فروش را به خدمت گرفت و 6 شعبه در کلریدای شمالی افتتاح کرد. این آژانس املاک به خاطر سیستم فروش نینجایی محبوب و مؤثر او از سایر رقبا پیشی گرفت و کندال این سیستم را به فروشندگان آژانس دیگر هم یاد داد. بیش از 50,000 نفر فروشنده املاک این دوره را گذراندند و از کلاس‌های او فارغ التحصیل شدند. سیستم فروش نینجایی. در ژاپن باستان، شمشیرزنان سامورایی از امپراتور محافظت می‌کردند. امپراتور بهترین لباس، غذا، خانه و اسلحه را در اختیار این جنگجویان گذاشته بود. این امکانات سخاوتمندانه به تدریج سامورایی ها را تنبل کرد. امپراتور که نگران امنیت شخصی خود بود و نمیخواست سامورایی های مرگبار را هم عصبانی کند، ترتیبی داد تا محافظان شخصیش آموزش هنرهای رزمی را ببینند. این افراد که به نینجا مشهور شدند، شبها در مأموریت‌های خطرناک شرکت می‌کردند و روزها به حفاظت از امپراتور می‌پرداختند. به تدریج به جنگجویانی مخفی تبدیل شدند که در عین فروتنی
کارآمد بودند و مانند سامورایی ها فقط به خودشان فکر نمی کردند. خیلی از فروشندگان جدید مانند سامورایی های باستان عمل می کنند. خودخواه هستند و دوست دارند فوراً ثروتمند شوند. فروشندگان نینجا پرخاشگر و زورگو نیستند. آنها بدون مجبور کردن خریدار محصولشان را به او می فروشند. فقط به خریدار تمرکز می کنند و تلاش می کنند بیشترین ارزش را به او انتقال دهند. چند ویژگی خاص سیستم فروش نینجایی. رویکرد این سیستم مستند دقیق و قانونمند و برای همه قابل درک و قابل اجراست. نتایج این سیستم قابل پیش بینی است. هر فروشنده‌ای با هر تیپ شخصیتی، جنسیت یا عوامل دیگر می تواند از آن برای دستیابی به حداکثر فروش و موفقیت مالی استفاده کند. فروشندگان همه حوزه‌ها می توانند از آن استفاده کنند. فروش چراغ سبز. فروش نینجایی مفهوم فروش چراغ سبز روانشناس معروف جونس برمونت را هم در بر می‌گیرد. فروشندگان نینجا قبل از چراغ سبز دادن به خریدار برای خرید خانه باید 4 ترس او را برطرف کنند. سعی کنید این ترس‌ها را از بین ببرید یا به خریدار کمک کنید از آنها عبور کنند. 1. ترس از دست دادن خانه. خریداری که ملکی را دوست دارد و مایل به خرید آن است با خود فکر می کند بهتر است قبل از این که شخص دیگری این خانه را بخرد آن را بخرند. 2. ترس از قلم انداختن سایر موارد. خریدار با خود فکر می کند 1 دقیقه صبر کن، خیلی عجله نکن، این فقط خانه دومی هست که دیدم، شاید مورد بهتری رو از دست بدم. 3. ترس از پرداخت پول زیاد. خریدار با خود فکر می کند این خانه به این زودی ها فروش نمی رود چون احتمالاً قیمتش بالاتر از نرخ بازار است، مراقب باش. و ترس 4. ترس از عیب و ایراد داشتن. خریدار با خود فکر می کند احتمالاً این خانه یک مشکلی دارد، به همین خاطر تا حالا فروش نرفته است. فرایند 10 مرحله‌ای خرید. فروشندگان نینجا برای خلاص کردن مشتری از همه این ترس‌ها و دادن چراغ سبز به او رسوم ویژه‌ای دارند. 1. خوشامدگویی. طوری با خریدار برخورد کنید انگار خیلی خاص است. نشان دهید از کمک به او برای پیدا کردن خانه رویایی‌اش خوشحال هستید. 2. برگزاری جلسه. جلسه با خریدار را در همان مکان خوشامدگویی برگزار نکنید. خریدار هنگام برخورد اول با شما کمی عصبی می شود و این انرژی منفی را با خودش به جلسه اصلی می آورد. شاید در ابتدا فرایند دچار اضطراب شدیدی شود و اگر جلسه اصلی را در همان محل خوشامدگویی مثل لابی ساختمان برگزار کنید این اضطراب با او بماند. پس جلسه اصلی را در مکان دیگری مثلا در دفترتان برگزار کنید. 3. مصاحبه با خریدار. مکالمه را با این جمله آغاز کنید: میخواهم چند سوال از شما بپرسم تا بتوانم در یافتن خانه مناسب به شما کمک کنم. ایرادی ندارد، اشکالی ندارد اگر بعضی موارد را یادداشت کنم. سوالی بپرسید که به اطلاعاتتان اضافه کند. مثلا بپرسید در حال حاضر کجا زندگی می‌کنید؟ 4. تهیه پوشه خریدار. تهیه پوشه‌ای از کپی مدارک نشانه حرفه‌ای بودن شماست. مثلا باید نقشه آن منطقه، درخواست وام، مجموعه نهایی هزینه‌ها، قراردادها و ضمائم، توضیحات آژانس و بروشور شرکت را در آن بگذارید. 5. فرایند قیفی. خریداران فکر می‌کنند انتخاب یک ملک معادل از دست دادن ملکی بهتر است. برای حذف این ترس از فرایند قیفی استفاده کنید. به خریداران بگویید ایده اصلی فرایند قیفی این است که همه موارد مناسب برای شما را در قیف بگذارید. به این ترتیب هیچ مورد مناسبی را از قلم نمی اندازید. سپس همه ملک هایی که با معیارهای شما
منطبق نیستند را کنار می‌گذارید. 6. مقیاس 1 تا 10. ببینید خریدار در کدام مرحله از سفر خرید خانه قرار دارد. از مشتریان بخواهید با مقیاس 1 تا 10 به پیشرفتشان امتیاز دهند. عدد 1 جستجو برای خرید خانه را تازه آغاز کردند و عدد 10 نشان می‌دهد همین امروز می‌خواهند خانه جدیدشان را بخرند. 7. ترسیم خانه رویایی. از خریداران بخواهید ویژگی‌های خانه رویاییشان را بنویسند. اگر می‌خواهید خانه را به یک زن و شوهر بفروشید، به هر کدام یک کاغذ جدا بدهید. 8. چه چیزها و چراها. وقتی معیارهای خانه رویایی از نظر خریدار را شناختید، در یک کاغذ دیگر 2 ستون بکشید. در ستون سمت چپ مهمترین ویژگی‌های خانه رویایی چه چیزها را بنویسید. در ستون سوم در ستون سمت راست منافعی که خریدار در این ویژگی‌ها می‌بیند چراها را یادداشت کنید. 9. نقدی یا با وام. تأمین بودجه خرید خانه کار دشواری است، اما در ابتدای فرایند درگیر این جزئیات نشوید. اول دلیل خریداران برای جستجوی خانه جدید و ویژگی‌های مطلوب خانه رویایی از نظر آنها را پیدا کنید و بعد به تأمین بودجه فکر کنید. 10. گام بعدی. حالا که خریدار را شناخته اید و می‌دانید چه می‌خواهد، از او بپرسید آیا چیزی را از قلم انداخته ایم؟ به مشتری کمک کنید همه گزینه‌های موجود در بازار را مرور کند. درباره شرایط محله گفتگو کنید. مطمئن شوید برای مذاکره آماده است. 4 اصل. فروش نینجایی 4 اصل دارد. 1. کنترل خود. اگر نتوانید تفکر، احساسات و انرژی شخصیتان را کنترل کنید، نمیتوانید زندگیتان را کنترل کنید. به اهدافتان برسید و فروش خوبی داشته باشید. رویکرد فروش نینجایی به شما یاد می‌دهد چطور افکار، احساسات و وجودتان را کنترل کنید. به شما یاد می‌دهد انرژیتان را در جهت مثبت متمرکز کرده و خودتان را برای عملکرد عالی برنامه‌ریزی کنید. برای رسیدن به اهدافتان در حوزه فروش املاک یا سایر حوزه‌های فروش باید به خودتان کنترل کامل داشته باشید. برای عالی شدن در این حوزه تلاش کنید. برای رسیدن به شرایط ذهنی مثبت هر روز نکات مثبت را به خودتان یادآوری کنید. این نکات تأکیدی مثبت موجب ارتقای شرایط ذهنی می شوند. این نکات را به زبان اول شخص و زمان حال به خود بگویید. آنها را تا حد ممکن ریز کنید. مثلا بگویید دوست دارم 80 کیلو باشم، اگرچه اکنون 93 کیلو هستید. این جملات الهام بخش و انگیزاننده است و نشان می‌دهد امیدوارید در آینده چه شرایطی داشته باشید. به مدت 30 روز هر روز 25 جمله تأکیدی مثبت برای خود بنویسید. تکرار این جملات ذهن ناخودآگاه را از نو برنامه‌ریزی کرده و پذیرای احتمالات جدید می‌کند. علاوه بر این تأکیدهای روزانه تفکر و کارهای روزانه تان را هم مثبت کنید. برای هر کسی که می‌بینید و با او تعامل دارید منبع انرژی مثبت باشید. احساسات مثبت شما اشتیاق خریدار را هم افزایش می‌دهد. برای حفظ شرایط مثبت احساسی خودتان به موسیقی پناه ببرید. در طبیعت قدم بزنید و ورزش کنید. کتاب‌های انگیزشی بخوانید و با افراد سرزنده و شاداب معاشرت کنید. همیشه شکرگزار دارایی‌هایتان باشید. تو به فکر فروش نباشید، مشکل را حل کنید. همه عاشق خرید هستند، اما هیچ کس دوست ندارد خرید بدی داشته باشد یا به خرید مجبور شود. سیستم فروش نینجایی بر انتقال ارزش تمرکز دارد، نه بر فروش. واژه فروش از واژه قدیمی انگلیسی سلان می آید که به معنای اعطا کردن یا همان انتقال ارزش است. در فروش نینجایی خریدار را تعقیب نمی کنید، بلکه
فقط به دوست داشتنی بودن، تماس با خریدار، به روش‌های جذاب، حل مشکلات خریدار و ایجاد احساس خوب در خریدار او را جذب می‌کنید. فروشندگان نینجا بازارگرمی نمی‌کنند. آنها با خریدار گفتگو می‌کنند تا مشکلش را بشناسند، خانه رویاییش را برایش پیدا کنند و کمک کنند این خرید بلند مدت را درست انجام دهد. این کار مستلزم پرسیدن سوال‌های درست است. ابتدا از خریدار درباره خانواده، شغل، تفریحات و رویاهایش بپرسید. وقتی این 4 مورد را پرسیدید، می‌فهمید چه چیزی بیشترین اهمیت را برایش دارد. مثلا بپرسید با خانواده کارلوس به اسکی رفتی؟ حالشون چطوره؟ خانواده، دوستان و سرگرمی‌های اوضاع کار چطوره؟ شرایط شغلی؟ برای چه مسافرت‌های برنامه‌ریزی کردی؟ تفریحات؟ چه برنامه‌هایی برای گذراندن تعطیلات آینده داری؟ و این رویاهاست. رنج‌ها و لذت‌های خریدار را شناسایی کنید، به او کمک کنید دردش را بیرون بریزد و حال خوبی پیدا کند. پاره 3. استراتژی کسب و کار نینجا. بر خریداران تمرکز کنید که بیشترین احتمال خرید را دارند، یعنی افرادی که شما را میشناسند، دوستتان دارند و به شما اعتماد دارند. جریان دائمی از مشتریان خلق کنید. به 9 عادت نینجا، یعنی 5 عادت روزانه و 4 عادت هفتگی پایبند باشید. نخست این 5 عادت روزانه را پیگیری کنید. هر روز با شکرگزاری آغاز کنید. حس قدردانی را در خودتان پرورش دهید. هر روز صبح خدا را برای چیزهای خوبی که در زندگی دارید شکر کنید. روز را مثبت، سرزنده و شکرگزار آغاز کنید. به برنامه کاریتان پایبند باشید. اجازه ندهید چک کردن ایمیل ها و سایر کارهای غیر ضروری در برنامه روزانه تان اختلال ایجاد کند. پس پیش از منحرف شدن از مسیر این 5 عادت روزانه را انجام دهید. 2 یادداشت شخصی بنویسید. هر روز حداقل 2 یادداشت دست‌نویس برای خریداران گذشته، حال یا آینده بنویسید. یادداشت را با یکی از این 3 عبارت جادویی آغاز کنید: متشکرم، تبریک میگویم و داشتم به شما فکر میکردم که. روی فهرست اصلیتان تمرکز کنید. افرادی که میخواهند خرید و فروش کنند میدانند میخواهند خرید و فروش کنند، میخواهند با شما خرید و فروش کنند و میخواهند خیلی فوری. احتمالاً در 90 روز آینده خرید و فروشی کنند را اولویت بندی کنید. روی فهرست کم اهمیت ترین ها تمرکز کنید. آن 20% از افرادی را در پایگاه داده تان پیدا کنید که میخواهند خرید و فروش کنند اما خودشان نمیدانند که میخواهند خرید و فروش کنند. آنها را به فهرست کم اهمیت تر اضافه کنید. سپس این 4 عادت هفتگی را به موارد بالا اضافه کنید. به خدمات مشتریان توجه کنید. به مشتریان فعلی، فروشندگان، خریدارانی که با شما قرارداد دارند، خریداران نقدی، خریداران اخیر و معرفا هم به اندازه مشتریان قدیمی رسیدگی کنید. یک برنامه مرور شرایط برای هر مشتری ترتیب دهید. برای هر مشتری یک نشست سالانه ترتیب دهید تا املاک فعلیشان، شرایط فعلی بازار و گزینه‌های تأمین بودجه را با هم ارزیابی و مرور کنید. در این جلسه سعی نکنید چیزی به آنها بفروشید. 50 مصاحبه زنده ترتیب دهید. این گفتگوها باید روبرو یا با تماس تلفنی مستقیم انجام شود. مدام اطلاعات خود درباره مشتریان فعلی یا احتمالی را بروز کنید. 4 سوال خانواده، شغل، تفریح و رویاها را از آنها بپرسید. پایگاه داده تان را بروز کنید. داده هایتان را بروز نگه دارید. افراد جدیدی را به این پایگاه داده اضافه کنید. افرادی که دیگر با آنها تماس ندارید را حذف کنید. از پایگاه داده خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
نقطه 4. تماس و ارتباط. از سیستم 4 مرحله‌ای مشاوره نینجا استفاده کنید. برقراری تماس. خریداران دوست دارند از افرادی خرید کنند که با آنها در تماس هستند، دوستشان دارند و به آنها اعتماد دارند. کسب اطلاعات. قبل از این که بفهمید خریدار دقیقاً چه می‌خواهد، درباره مشخصات خانه یا محصول با او صحبت نکنید. فقط سوال‌هایی از او بپرسید و با دقت گوش دهید. ارائه راه حل. خریداران هیچ وقت راه حل‌های شما را نمی‌پذیرند مگر اینکه همه جوانب را شفاف توضیح دهید. ارائه پیشنهاد. فقط پیشنهاد دهید، کسی را مجبور به خرید نکنید.